از شهر همدان به کل فارزبانان روی دنیا سلام و درود و هر یک نفری ما میدونیم که در این همدان بسیار بزرگا خوابند. مددی سینا، ابو علی ابن سینا در اینجا خواب است و بابا طاهر خواب است که شاعر بسیار شعراش هم میدونیم. به دریا بینگرم به صحرا بینگرم گفته میخوانم که حافظای خودمون هم این شعرها را میخوانم. بابا طاهر خواب و یک غار کلانترین در روی دنیا در همین جای. بگین که اول که جوش بریم ابو علی ابن سینا یا بابا طاهر یا غار کلانترین شما بگین ما حرکت میکنیم اون طرف و بینگرین که بعد هواش رنگی تاجیکستان است. اینا که چهارمغز، اینا باقی طرف در آب در اینا این مهمانخانه که ما داریم هم مهمانخانه میگیم. اینا که مهمانخانه ما میبرویم حرکت میکنیم. شما بگین که جوش بریم. تو پدیده بچه‌ها هپ بیار این تو بگیری گرفتی این مرده یای کجا مگرزی بیار تو پیجا ماده بته فکرسه نمیتونم بیگانه دیده بیگانه. باور میکنن دوستان خیال میکنم که در تاجیکستان خودمون بود و هوا هم رنگ تاجیکستان است. انشالله که خوب و خواستم که آقا علی هم تشکر کنم. آقا علی برادر میگه هر کجایی که میخواهی بگو من میبرم. شما بنویسین ما کجا بریم. من راستی که بگم ندونم که خیلی ابو علی ابن سینا، سعدی شیرازی، حافظی شیرازی و دیگر بزرگا شاعرها در همینجا خوبم. میگم شما با دریا دیمه رسوندن میگم من با انرژی بگیرم خوب بگیرم. یعنی همین شما بخواین که کجای من همونجا ایره بگم که همونجا حرکت کنیم بریم. از اون رحمت میگم آقا علی دم که خدمت کنیستن. خیر اینجا کافی اینکه قهوه میگیری و بیرونش ببینید چقدر جای خوش رو دیدیم برادر. اینجا جای خوب داره. ما شما رو با بنوار میگیرم میمونم. ببینید جای خوب داره. چیه یک جا رو بلیط چه گرفتیم که بهترین حالی اینجا همه چی داره بعد یک تکتما بنوار میگیرم پیشکش میکنم. اینجا اکی جمع تجوی هست که چون دیدستیم این همه اطرافات این هم خطی مهیون این به حد کلان. من همه شنه میتونم که در اینستاگرام مونم همه در یوتیوب کانال هم میتونم که تماشا کنیم. با پرگی من با حضور بنوار میگیرم در یوتیوب کانال میپرتون تماشا کنیم. چی گفتیم؟ نریم گفتنیم برادرها خیلی دیدین ایره ما دارم تاجیکستان امریکانس که گوری میگیم چی میگیم هم خیلی ایره بینی هی هم بالا هی آرام توروی که هی ایجا قطی تو میخیره میرم. خدا نگهبانتون پروژه در یوتیوب کانال همه چی تماشا میکنین در یوتیوب کانال تماشا کنین. آمده من با آبشارم ها این از طبقه دارم این یکر اینجا را نام میبرند به عروسی کوه ایران. همه که مقصد کوه بلندترین کوه زیباترین کوه که ایره بینید برادران. مقصد و مرامی نوشته شده شون اول به نام خدا سر کردگان. یکتش پدرش بودگه یکتش پسرش بودگه در دو دور زمان یعنی بعد پروژه در یوتیوب مقصد و معناشون قطعی چگوری کنم. خدا بزرگ است، اهورامزدا که بزرگترین خدایان است که این زمین را آفرید، این آسمان را آفرید، که انسانها را
آفرید که شادی را برای انسان آفرید. خلاصه پروژه در یوتیوب کانال تماشا کنید. اینجا سر قبری بابا طاهری اوریان شاعر. این سر قبرش نمی‌بینیم اینجا. نه بالای بلندی دا. اینجا منزل زده است. یا توی میدون میدون اصلی شهر میدون بابا طاهر بنا شده، یعنی بوده اینجا رو میدون که از بابا طاهری اوریان. اینجا خطی بوده به ارتفاع. من نمیخوام فعلا مفعولا فاعلا رو براتون بیام توضیح بدم، اونجوری خیلی ساده میخوام بگم. انتهای هر مصرع دارید میبینید اینها بر یک آهنگ غیر از مصرع سوم، یعنی مصرع اول، مصرع دوم، مصرع سوم با هم، مصرع چهارم با هم یکی، مصرع سوم متفاوت بوده. این خیلی ساده گفتم متوجه بشین. یعنی شما انتهای هر بیت هر چهار تا مثل هم نیست، سومیه متفاوته ولی خب وزن خودشو داره، آهنگ خودشو داره، اون خیلی تخصصی تر میشه. من دارم خیلی خودمونی ترشو براتون توضیح میدم. به این صورت نگاشته میشده. انا دوستان عزیز، نیم پیکره بابا طاهری اوریان در اینجا قبرستانش، منزل جایگاهش. البته که بابا طاهری اوریان شاعری بین خلق، در بین خلق شاعری کرده گشته. خیلی خیلی شعر عجیب هم داشته. من افرانی که در شعر و شاعری ذوق دارن یه بار بخونم با بهترین نشانده. بابا طاهری اوریان. آمدیم جای تاریخی قدیمه شد دیستیم. درون بدون رفته و اومده سیمان میسینا. نه اینجا با فکرم که قبله همی طرف هست. نه این اصلا مال اون زمان قبل از اسلام بوده. پیش از اسلام بوده. رنگ خیلی پیش از حتی مسیحیت، قبل از 1000 سال قبل از مسیحیت. بله 1000 سال قبل. اینجا در مسیحیان بودگن ها، در همین پایین‌تر از اینجا یه دو تا کلیسای مسیحیان هست که ان شاءالله امروز میریم بهت نشون میدیم، اونجا توضیحات بدیم حتما. حرکت میکنیم تماشا کنه رفتن میبینیم. یه قدیمین کوزه رو ببینید. این کوزه رو این وسط که داری راه میری زیر پات، سنگای زیر پات، اینا جویبار جای آب. آب درست است. خیلی قلعه قدیمه رو دیدیم برادران. 10 متر نه یه معلوم است. لویه در دل لوی مونده اینا معلومه. ده قلعه قدیمه هم خیلی نخسته خوبه. ماشاءالله ما یک کتاب بنامور گرفته هم مخصوص برای شما برادرای عزیز. تماشا کنید حالا خدا را شکر که در این دشت بیابان ما افتابی اگر میشید میمردیم. اگر میرم نمی خداوند سوخت با ما این جای تاریخ شد. نه هوا باران سلطنت شوهر. بابا علی نگاه که در اون طرف منظور غیر همون جای قدیمه شده. اینجا موزه هست. جای مدره موزه باران بوریده است. جانت میده همون گفتید بهترین. اینجاش هم مستموی دور قدیمه اینا مستموی وای کنه گمینه. اون جای سنگه کم نکاری کرده گمینه. اما از سنگ دیدیم همونش از سنگ کاری تارک سنگ. در دورش خوب استا بودیان ده موزه استایی
مثلا دوستایی کنیم بگی خینه نمیتونیم خیلی کار میره. این برادران میدونم در کدام دور و زمانی با اجازه عروسان بودن گفتی نمیسا و عروسان کلیسای گریگوریا. دو تا کلیسا داره اینجا، کلیسای آنجل و کلیسای گریگوری. این کلیسای گریگوریا نبینیم کدام دور و زمانی بودن دیدی مالی 100,000 سال پیش گفت؟ نه من تشنم آب نیست اینجا. آب؟ نمیدونم بیا بدریم که بیا که بدریم بسم براییم بیا بسم الله الرحمن بسم الله کنیم که انجام بدریم که چی پا بسم الله الرحمن دیدیم ها چو کلیسا را چون خودش اما پدر روحانیه اونا اینجا جای تاریخ شدیدیم راه گرفتیم بسوی جا میریم اکا الان میریم پیش ماشین از من میخوام بریم بازار و استرامورت‌های و جای ابو علی سینا. ابو علی ابن سینا. باور میکنه شهر همدان بهترین شهر در دور قدیم پایتخت ایران بوده. ابو علی ابن سینا در اینجا گشته وقت شده و در همینجا در چی دستیسای ترمام شدگی بوده. باور که خیابون هم شدیده اون خان میدون اومد ابو علی سینا ببین. در تو مشخصه ساختمان بگیرم. اینجاست اینجا آرامگاه ابو علی سینا. میریم نزدیک شدیم انکو پیش ابو علی ابن سینا زیارت یک هفته. این سلامت باشه. این کسی باشه نویره کوروش بزرگ اینا. زنده باش اوه بچه سلامت باش. عذر زیاد اسم شما چی است؟ من حامد شاهو هستم، سازنده ماکت اپرای وین برای اتریش و یه سیمرغ ساختم. 5 سال زمان برده. 32,000 قطعه چوب رنگ طبیعی، یعنی رنگ بنفش می‌بینید رنگ خود چوبه. زنده باش. الان من مجسمه کوروش کبیر رو ساختم 2 متری ارتفاعشه که گفتم تشریف بیارید در خدمت باشید. زنده باش اکا جانم. من سیمرغ که تو گالری سیمرغ دنیا نداریم ازش. الان بیا با هم بریم اول این داخل تا نبسته میترسم. نه برادرای عزیز آرامگاهی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا.
از آرامگاه ابوعلی ابن سینا یک جای دیدن میکنیم برادران. چون پیر شدی کاری جهان نتوان کرد، پیری با کافری نهان نتوان کرد. در ظلمت شب هر آنچه کردی در روشنی روز همان نتوان کرد. ابوعلی ابن سینا. برادران در دست من میدونین چیه؟ عقاب ها؟ عقاب دادری معیدکی سیمرغ است. حالا یک سیمرغ ما شما در نشان میتون بد میفهمیدم. حالا من تنها کتابش در دست من اینه. سیمرغ. اون در شعرهای خمار آمدگه کو سیمرغ به کوی قاف نالام زن کرد بود. در چند جای خمار سیمرغ آمدگه در پشت کوی قاف های میگن کو انانی. حالا عقاب شد سیمرغ شما شما در نشان. دوستای عزیز یک گپ دیگه میگم، همین هر یک تاجیک هر یک فارزبان عیشایی رو اگر سوال کنی نام دلخوشایی رو بگو ابوعلی ابن سینا بگو. میگه از قری گلیسیا تا اوج زحال کردم همه مشکلات گیتی رو هر بیرون جستم زی هر بندی هر مرد حیال هر بند کشوده شد مگر بند اجل ها. ای سادی بگو در حال درد میزنه که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیاد گوهرند. چه عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند خراب. تو که از مهنت دیگر کسان بیغمی نشاید که نامد میهن آدمی. همین تمام دل خوشایی را بگو. یا شعر میگم من باوری دارم همین سیمت یک مصر کرده تو مستدی 90 ساله منو بپرس همین عقلش در جاش باشه که همین فلان شاعر بخوین همین نام شاعر که گرفتی یا شعرش در دوش میزنم همین خلاص. دوستای عزیز دیدن هنرا تریده کرده تریده میگیم تو خمونی خیلی امیره چطور این شهر همش هم دل قدیم چطوروش بیان تا با این جوانان آمده رسه این برادر ما این تمام خیلی برادر من برای فرمان این دستو درد نبینم دوست عزیزم زنده باش زنده باش. این هنرا بینیم این کار رو بینیم زنده باش ترس بینیم. تابلو شام آخر اثر داوینچی به صورت سه‌بعدی درش آوردیم. این حضرت عیسی این مریم مجدلیه این یهودایی که اینجا داره شمشیر رو کشیده که به جای عیسی اعدامش میکنن. این حوالیونه همه پاهاشون و اینا سه‌بعدی در اومده بیرون پشتشون خالیه. همین تریده خطیه. ما برادرای عزیز یک پیدا بگم که ابوعلی را دیگه زنش اومدگی زنش اومدگی ما دیگه یک جای انشاءالله زنده باش زنده باش. ببینیم برادرها هر جا میرم یک سخنی نو میشنوم حلاوت میبرم. هممون میدونیم که جده پیدایش انسانیت است در خود عربستان. در اینجا اومدیم اینجا چی نام داشت؟ ملایر. ملایر. به زبان پهلوی یعنی گردنه آتش. مل آگر. اینجا پیدایش آتش دارن اینجا شیرگی بده. ما همین ملایر داریم. برادر ما مهمون کردن یک اینجا چی نام داشت اینجا؟ اینجا رستوران بانیپاله توی خیابان فخریه در شهرستان ملایر و تشکر غذاشون میدونه. تشکر برادر تشکر برادر. زنده باشه. اینا دیدین که علاوه آتش در کجا یکم بار پیدا شده بود. خب وقتی خونه این سیمرغ میبینی حلاوت میبری. دیدین سیمرغ برادران سیمرغی این سیمرغی من مخصوص برای شما بانوار میگیریم. سیمرغ تماشا کنید حلاوت برین. این سیمرغ دیدین انشالله که حالا کتاب چشم با ما تو فکرگه بوده کتاب چشم باید میکنم استوره میکنم ببینید حالا باید بریم دیم برادر رو حالا جبین با چیه دیگر نشان تو میدم. انا هر یک هیکلچه که شما میبینید در اینجا اینا مخصوص هر یک کدامش چی خدشه داره همش نقل کرده انشالله. اینا برادر در اینجا کروشی بزرگ این دوستی عزیزی ما کارش اینه سر تا با پا غرق هنر های دوستی عزیزی غرق هنر.